نورسایی کتاب‌های درسی در تاجیکستان. تاجیکستان و قرغیزستان توصیف طرح خط سرحد را با درازی عمومی زیاده از 17.5 کیلومتر انجام دادند. افزایش طلاق دهی در ختلان. محاربه نوبتی رزمکار تاجیک فریدون عادلوف معلوم شد. در مکتب‌های تاجیکستان 44 نامگوی کتاب درسی با تعداد تقریباً 500,000 نسخه نمی‌رسیده است. این در حالی است که وزارت معارف و علم تاجیکستان دعوا دارد که تنها در سال جاری آنها بیش از 4 میلیون نسخه کتاب درسی نشر کرده‌اند. خبرگزاری از پلیس با استناد از گفته نجم الدین زین‌الدین زاده، دیرکتور مرکزی تهیه نشر و معاملات کتاب‌های درسی وزارت معارف و علم کشور می‌نویسد دوام سال روان 40 نامگوی کتاب درسی با تعداد 4 میلیون و 318,630 نسخه نشر کرده اند که در مقایسه با سال 2021 1 میلیون و 397,000 نسخه زیاد است، ولی با وجود این در کشور نارسایی کتاب‌های درسی به چشم می‌رسد. به گفته زین‌الدین زاده احتیاج به کتاب‌های درسی در سال تحصیلی امسال 4,508,260 نسخه بود و آنها توانستند تا آخر ماه اکتبر مکتب‌ها را با 4,55,795 نسخه کتاب درسی تامین کنند. یعنی تا امروز مکتب‌های تاجیکستان به 452,465 نسخه کتاب‌های درسی نیاز دارند. این مسئول وزارت معارف و علم تاجیکستان گفته که کتاب‌ها در مکتب‌های تاجیکستان با اصول اجاره تقسیم کرده می شود. اما خبرگزاری می نویسد در نتیجه یک نظرسنجی دانسته شده است که 30% تاجیکان کتاب‌های درسی را مستقلانه خریده، 70% دیگر آنها را از مکتب به اجاره می گیرند. ارزش عمومی اجاره کتاب‌های درسی در یک سال می تواند از 50 سومانی تا 200 سومانی و زیادتر از آن را تشکیل دهد. در همین حال کارشناسان بر این نظرند که اجاره پولکی کتاب‌های درسی می تواند رعایت نکردن حقوق به تحصیل عمومی باشد که در ماده 41 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان مقرر کرده شده است. مشکلی نارسایی کتاب‌های درسی در مکتب‌های تاجیکستان چند سال است ادامه دارد. طوری گفته می شود وزارت معارف و علم برای حل آن کوشش دارد، ولی طوری دیده می شود آن بسنده نیست. جلسه نوبتی گروه‌های کاری توپوگرافی هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان عاید به معین کنی و علامتگذاری مرز تاجیکستان قرغیزستان برگزار شد. بنا به اطلاع دپارتمنت اطلاعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، جلسه نوبتی گروه‌های توپوگرافی از 1 تا 6 دکبر سال روان در شهر بادکان برگزار شد. در جریان ملاقات جانب‌ها توصیف طرح گذرگاه خط سرحدی دولتی تاجیکستان و قرغیزستان را با درازی عمومی 17.66 کیلومتر انجام دادند. جانب‌ها جهت ادامه کار درباره جدول ملاقات‌ها برای سال 2023 را موافقه کردند. در خبری وزارت کارهای خارجه گفته شده است که ملاقات نوبتی جانب‌ها در قلمرو جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. در 10 ماه سال روان تنها در ولایت ختلان نزدیک به 4,000 عقد نکاح رسما بیکار کرده شده است. این آمار نسبت به همین دوره سال گذشته 393 حالت زیاد بوده است. به اطلاع نشریه تاجیکستان مسئولین بخش اسناد حالت شهروندی ولایت گفتند که از همه بیشتر در شهر و ناحیه‌های کوداب، کوشانیان، یاوان و عبدالرحمن جامی عقد نکاح بیکار کرده شده است. گفته شده است که از شماره عمومی 2528 عقد نکاح با قرار دادگاه و باقی مانده با راضیگی همسران و با عریضه یکی از آنها بیکار شده است. مقامات میگویند بعد جداشوی قریب 4,000 خانواده در ختلان 3,490 کودک نابالغ از تربیت یکی از والدان محروم شده‌اند. طبق آمار رسمی در تاجیکستان هر روز بیش از 40 جفت و ماه بیش از 1200 عائله از هم جدا میشوند. فریدون عادلوف رزمنده تاجیک برای دریافت کمربند قهرمانی در مسابقه ایجلی FC 51 با داورین ارمیکووی قزاق مبارزه میبرد. این نبرد 12 دکبر در شهر اتراوی قزاقستان دایر خواهد شد.
در این باره خودی فریدون عادلوف در صحیفه اینستاگرامیش خبر داده است. این محاربه 17 فریدون به حساب می رود. رزمیکاری تاجیک تا این دم 16 رقابت گذرانیده به 12 پیروزی دست یافته، 2 باخت و 2 مساوی دارد. آخرین محاربه فریدون 10 دکبر سال 2021 در مسابقه یجلی FC 43 برگزار شد و ورزشکار اسپانی ایناک سالویس توررس را طریق نکاوت شکست داد. فریدون عادلوف میان هواداران این نوع ورزش با عنوان ترمیناتور مشهور است. حریف فریدون داورین ارماکوی قزاق 21 محاربه داشته، 16 غلبه و 5 باخت را در کارنامه ورزشی خود ثبت کرده است. محاربه فریدون و داورین نبرد اساسی مسابقه یجلی FC 51 به حساب می رود. همچنین در این مسابقه 2 رقابت دیگر میان رزمندگان روس رینات آندر با رینات خوالوف و دنیس ازمودنوف با امام شالی مختاروف برگزار می شود. مورد به ذکر است که مسابقه یجلی FC ماه ینوری سال 2022 به خاطر گرامی داشتن روان عبدالمناف نورمگامدوف پدر رزمیکار مشهور UFC حبیب نورمگامدوف تشکیل شده است.